امروز چی آوردم براتون؟ یه دونه آلفا 7C و یه دونه هم لنز EF 50 میلیمتری 1.8. رفقا سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یه ویدیوی جدید از کانال یوتیوب ریل مهدی. امروز قرار بریم سراغ دوربین آلفا 7C مارک 1 و لنز 50 میلیمتر F 1.8. خیلی ذوق زده بودم که این ویدیو رو براتون زودتر ضبطش بکنم، بنا به دلیلی که جلوتر بهش میپردازم. قبل از اینکه بریم سراغ اصل ویدیو، اگه تا الان عضو خانواده ریل فهم نشدین، همین الان با زدن دکمه سابسکرایبی که اون پایین میبینید میتونید عضوی از خانواده ما بشید. فکر می‌کنم الان 7500 تا باید شده باشیم. تارگتمون فعلا 10000 تاییه، پس سریعا جوین بشین که چیزی نمونده این 2500 تا هم پر بشه و بریم سراغ تارگت‌های بالاتر. دمتون گرم. چرا ذوق زده بودم که زودتر بیام سراغ این ویدیو و این ویدیو رو براتون ضبط بکنم؟ یه تفاوتی توی این ویدیو هست با ویدیوهای دیگری داخل یوتیوب که در مورد آلفا 7C صحبت کردن. توی این ویدیو قرار نیست بیام بهتون بگم که دقیقاً چه آپشنایی داره این دوربین و چه کارهایی رو میتونه بکنه. مثلا نوشته آقا 4K نمیدونم چند فریم میگیره، چند مگاپیکسله. نه اصلا قرار نیست در مورد اینو صحبت بکنم. شاید تو ویدیو بعدی حالا به خواست شما اومدیم در مورد این قضیه صحبت کردیم، بگید آقا مثلا دوست داریم تو کانال تو هم چنین چیزی باشه یا از زبونتون نقد و بررسیشو بشنویم. اما میخوام توی این ویدیو به این بپردازم چی شد که بین این همه طیف دوربین‌های مختلف، سری‌های مثلا نیکون، کنون هایی که مثلا سری آرش الان خیلی بولد شده و ترند شده، یا اصلا تو خود سونی ها، سونی آلفا مثلا آلفا 7 تیری، آلفا 7 4، آلفا 7 مثلا سی مارک 1 و مارک 2، آلفا 7 سری آر، آلفا 7 سری اس و در کل تمامی مدل های مختلفی که الان توی بازار هستش و انتخاب افراد مختلفه، چی شد که من واسه کانال یوتیوبم و پروژه هایی که جداگونه دارم هندل میکنم رفتم سراغ آلفا 7C. چه چیزهایی رو بررسی کردم و دقیقاً از کجا اومدم رسیدم به اینکه اینو بگیرم و در کنارش برای شروع یه لنز 50 میلیمتر 1.8 رو خریداری بکنم و لنزهای دیگه‌ای که در کنارش قرار استفاده بشه رو هم تو این ویدیو بهتون میگم. امروز 21 فروردین ماه 1404 با نرخ دلار 100,000 تومان میخوام به قیمت‌ها اشاره بکنم. آلفا 7C رو تو رنج قیمت 115 میلیون تومان تا 124-5 میلیون تومان شما تو بازار میتونید پیدا بکنید که خب چون نرخ ثابتی نداره و بالا پایین میشه دلار، هر کسی یه قیمت مختلفی رو اعلام میکنه، ولی میگم تو 115 تومان شما میتونید این دوربین رو پیداش بکنید و این لنز هم با قیمت 18 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان توی بازار هست. حالا اینکه دیگه شما به چه قیمتی خریداری بکنید بستگی داره به زرنگیتون. داخل کامنت ها اگر حالا لازم شد من مینویسم از کجا خریداری کردم، چون میگم الان که من خریدم قیمتش خوب بود، اسپانسر منم نیستن که بخوام الکی اینجا بگم وای خیلی قیمتش خوبه و اینا، نه، ولی خب قیمتی که من خرید کردم دوربین رو گرفتم 114، لنز رو خریدم 18. به خاطر همین قیمت کف و این دو تا اعلام کردم. شاید کفتر از این هم باشه ولی من پیدا نکردم با جستجوی حدوداً 2-3 روزه. آلفا 7C اگر بودجه‌ای که الان براتون داخل ویدیو اعلام کردم با دلار 100,000 تومان جزو بودجه شماست، جزو هدف شماست و می‌خواید خریداری بکنید، اول اصلا بیاید ببینیم که کدوم گزینه‌ها مد نظر من بوده و بررسیشون کردم. خب من خیلی دوربین‌های مختلف رو نگاه می‌کردم و بررسی‌هاشون رو نگاه می‌کردم تو خود همین یوتیوب و ببینم که بالاخره الان کدوم دوربین قراره بیشتر به درد من بخوره. چند تا نکته مثبت بگم. توی این رنج اگر شما قرار باشه دوربین بخرید، خب معمولا می‌خورید به فول فریم. اگر کارتون تصویربرداریه، پیشنهاد می‌کنم که خب حتما بیاید سراغ فول فریم ها، تا هم یه مشکل خیلی بزرگی که من باش دست و پنجه نرم می‌کردم، یعنی ضریب 1.6 خوردن رو نداشته باشید. چیزی که توی دوربین قبلی یعنی کنون M50 مارک 2 داشتم، اون موقع هم از لنز 50 میلیمتر 1.8 استفاده می‌کردم، با این تفاوت که ضریب 1.8 بهش می‌خورد و عملاً یه چیزی ضریب 1.6 بهش می‌خورد و یه چیزی نزدیک به 85 یا 86 میلیمتری رو من توش تجربه می‌کردم. چرا میگم بعد حواستون به این قضیه باشه؟ خب شما به تبع فاصله بیشتری رو مخاطب با سوژه‌تون داشته باشید و به درد کار تصویربرداری یا فیلم برداری نمیخوره. برای عکاسی خوبه، برای عکاسی از مثلا حیوانات معمولا میون سراغ کراپ سنسورها، دلایل دیگه‌ای هم داره، خیلی تخصصی نگاه نمی‌کنم بهش. چرا؟ چون میگن آقا یک ضریب 1.6 بدون افت کیفیت رو هم تجربه بکنیم. ولی منی که مثلا یک هوم استودیو دارم و توی همچین فضایی دارم فعالیت می‌کنم، خب قطعاً اگر دوربین از من فاصله زیادی داشته باشه برای من سخت میشه. این میکروفونی که دارید می‌بینید الان، نمیدونم توی ویدیو پایینش مشخصه یا نه، تکنولوژی جدیدی رو داره که هیچ سیمی بهش وصل نشده و تکنولوژی هم دقیقاً شبیه متین دو حنجره است که میکروفونش هیچ وقت سیم نداره
و برای مثال اگر قرار از این همچین میکروفونی رو استفاده بکنید که من حالا قبل‌تر استفاده می‌کردم با لنز 1545 که رو دوربین قبلی داشتم، خب اوکی بود برام. چرا؟ چون دوربین جلو می‌ذاشتم و سیمش رو کانکت می‌کردم و میرسید. اما الان واسه اینکه بتونم استفاده بهتری بکنم اومدم از میکروفون‌های بی سیم دارم استفاده می‌کنم. لارک M2 چیزی هستش که الان متصل شده داره صدای منو ضبط می‌کنه. پس تا اینجا انتخاب ما میشه فول فریم ها که هر سه تا گزینه هم فول فریمن. انتخاب بین کنون و سونی رو اول بهتون بگم. من خودم آدمی بودم که تا الان با کنون کار میکردم. یه بازه یک ساله‌ای رو خب قطعاً با سونی ها کار کردم و تجربه عملاً کار کردن با جفت برند رو داشتم و سونی رو بیشتر دوست داشتم. نمیتونم بگم سونی بهتر از کنون ها. چرا؟ چون سونی که من کار کردم آلفا 7 مارک 4 بوده توی بازه یک ساله و در تقابلش داشتم از کنون M5 مارک 2 استفاده میکردم که شاید بشه گفت میان رده بهش و اون پرچمدار سونی، این میان رده کنونه. و اگر شما برید سراغ پرچمدارهای کنون ممکنه خروجی بهتری رو هم تجربه بکنید یا رضایت بالاتری داشته باشید. اما داینامیک رنجی که دوربینای سونی دارن خب به تبع بالاتره، اینو همه میدونیم و این داینامیک رنج برای من خیلی کاربردیه. داینامیک رنج یعنی چی؟ یعنی رنگا به نسخه واقعیشون نزدیکترن، رنگا یه ذره گرمترن و این چیزی هستش که توی کنون این اتفاق نمیفته. آپگرید بعدی که توی حالا دوربین قبلی به این داشتم این بود که الان دیگه میتونم 4K 60 فریم ضبط بکنم و توی این قضیه دست و بالم بسته نباشه. حالا پس بین کنون و سونی اگر خواستید انتخاب بکنید تا حدودی برند محوره، ولی طبق تجربه‌ای که من داشتم و مشاوره‌ای که با افراد مختلف تو این حوزه گرفتم، کنون R6 که همتای این میشه و داره باش رقابت میکنه رو بیشتر برای عکاسی پیشنهاد میدادن. پس اگر قرار تصویر برداری بکنیم میرسیم به آلفا 7 مارک تیری یا آلفا 7 C. حالا اگر من اینو بذارمش کنار و بریم اختصاصا در مورد این قضیه صحبت بکنیم، بهتون گفتم آلفا 7 C همون آلفا 7 مارک تیریه. پس چه فرقی با هم دیگه داره؟ آلفا 7 مارک تیری قیمت نوعش تو بازار الان یه چیزی نزدیک 105 میلیون تومان، یعنی با یک عدد نزدیک مثلا به 10 الی 15 میلیون تومانی پایین‌تر قرار داره. خب اگر رو دلار 100 تومان بگیم نزدیک 150 دلار قیمتش پایین‌تره تو بازار ایران. آلفا 7 مارک تیری خب ریلیزش مال سال 2018 بوده، معرفی سال 2018 بوده، این اواخر 2023 معرفی شده. چه فرق‌هایی با هم دیگه دارن؟ اول از همه آلفا 7 مارک تیری خب از سری دوربین‌های فول فریم یه بادی گنده تر داره و خب به تب سنگین تره. نمیخوام با DSLR ها مقایسه بکنم و همشون میرورلسن و به تب بدنه‌های کوچیک‌تر و خب چیز خوبی ان، سبکن به اصطلاح. اما آلفا 7 C مزیت باحال داره، اومده فول فریم رو داخل بادی کراپ سنسورها قرار داده که این باعث میشه برای مثال منی که میخوام روی سپایه کار بکنم یا ویدیوهای ورتیکال ضبط بکنم، اگر ال براکت نداشته باشم رو بیا بخوام رو سپایه‌های ضعیف‌تر کار بکنم، خب دوربین سنگینی نمیکنه و این خب سبک بودن خیلی تاثیرگذاره. یا برای مثال سبک بودنش کجا به من کمک میکنه؟ وقتی میخوام اینو سوار کرینش بکنم یا به قول گفتن گیمبال ها و استابلایزر ها رو داشته باشم و سوار بکنم، این کار منو خیلی راحت‌تر راه میندازه. البته این دلیل انتخاب من نبوده، من به طور کلی با دوربین‌های یوغورت زیاد حال نمی‌کنم و شاید کنون M5 مارک 2 هم به همین دلیل جزو گزینه‌هایی بودش که من انتخابش کردم. حالا با این تفاوت که گیمبالی که من الان استفاده می‌کنم کرینتریس لب و تا 6 کیلوگرم تا 5.5 کیلوگرم دوربین و لنز رو میتونه تحمل بکنه. یعنی من میتونستم برام یه دوربین یوغور فلان انتخاب بکنم، ولی خب طبق علاقه‌ای که داشتم بدنه کراپ سنسور برام قشنگ‌تر و باحال‌تره. اما به تبع خب یک سری عیب ها رو هم داره دیگه. اگر مزیت هاش رو میگیم سبکه، میگیم خیلی باحال، جمع و جوره، کارو راحت میکنه، شما راحت تر میتونید توی حالا بگتون قرارش بدید. یه سری خب عیب ها رو هم داره در کنار خودش. اونم چیه؟ اونم اینه که برای مثال شما یه دونه رم صرفا میتونید استفاده بکنید، یعنی یه دونه اسلات رم داره. نمیدونم مارک تیری CF اکسپرس میخوره یا نه، ولی خب توی مثلا مارک 4 هم CF اکسپرس میتونیم بزنیم، هم رم SD کارت میتونیم بزنیم. خب توی سی ما فقط یه دونه SD کارت میتونیم بزنیم، حتی دو تا رم هم نمیخوره. و اینکه خب خروجی‌های جمع و جورتری داره، یک سری از خروجی‌ها رو نداره، ولی به طور کلی در حد کار راه انداختن حتی فراتر. چرا بگیم کار راه انداختن؟ نه، در حد قابل قبولی تمام کارهایی که ما می‌خوایم برام انجام میده. یه نکته دیگه، حالا برای مثال اگر از دست از افرادی هستید که کرین دارید، شاید نکته مهمی براتون نباشه، ولی استابلایزر درونی خیلی خوبی داره، ژیروسکوپ 5 محوره داره و شما وقتی روی دستتون شروع میکنید تصویر برداری کردن تا حد زیادی میاد اون لرزش ها رو برای شما میگیره و
خروجی خیلی تمیزتر بهتون میده. بخاطر انتخاب من تو بین گزینه‌های مختلفی که توی بازار بود آلفا 7 C شد. آلفا 7 C رو شما به این اسم نگاه بکنید که انگار آلفا 7 مارک تیری رو دارید نسخه بروز شدهش رو می‌خرید، نسخه‌ای که بیشتر براش وقت گذاشتن، بهینه‌ترش کردن و اگر پولتون میرسه قطعا گزینه‌های بهتری هم توی بازار داریم، مثل آلفا 7 مارک 4 که میتونم بگم خب عجیب غریب دوربین خوبیه نسبت به تمامی دوربین‌هایی که الان توی بازار وجود داره. این لنز رو هم من الان دارم ازش استفاده میکنم. الان چرا من دوربین بهتون نشون نمیدم باز نمیکنم؟ چون با همین دوربین دارم ضبط میکنم. 50 میلیمتر 1.8 اولین لنزیه که خب هر کسی شروع میکنه به خریدن و منم چون داشتم از کنون سویچ میکردم روی سونی به تبع اولین لنزی که بعد میخریدم همینه. لنزیه که قیمتش پایینه. الان اگر بازار لنزهای سونی رو نگاه بکنید قطعا قیمت‌های سرسام آورش رو دیدید. لنز زیر 50 میلیون تومان شما روی سونی پیدا نمی‌کنید که کارآمد باشه، ولی لنز 50 میلیمتر f 1.8 این دریچه دیافراگم خیلی دریچه دیافراگم قابل قبولیه و قابل قبول که نه خیلی واقعا دریچه دیافراگم خوبیه و اینکه اپروچر 1.8 داره به نظرم گزینه خوبیه واسه خرید کردن و خروجی خوبی رو هم به میده. تصاویر بوکه میده، خوب میتونه سوژه رو از بک‌گراند جدا بکنه و اما در کنار این لنز هایی که من توی کار خودم استفاده میکنم اگر میخواید بدونید 2470 f 2.8 یکی از گزینه‌هایی هستش که حالا من رنت میکنم، معمولا سر پروژه‌های مختلف میرم و اگر قرار باشه یه ذره وایدتر کار بکنم 1635ش جزء گزینه‌ای هستش که هم حالا زمانی که با آلفا 7 مارک 4 کار می‌کردم زیر دستم بود، هم الان تو پروژه‌های مختلف که قرار باشه رنتش بکنم همچنان بهترین گزینه‌ها هستن واسه خرید کردن. پروژه بعدی اگر قرار باشه لنز بخرم 2470 رو اضافه می‌کنم که دیگه رنت نکنم. اگر تازه کارید یا دارید عکاسی میکنید یا فیلم برداری میکنید بدونید رنت کردن خیلی چیز خوبیه ها، یعنی چیزی مرسومه. خیلی آدم گنده توی بازار و توی مارکت تصویر برداری هم کارشون رنت کردنه. خب اوکی، بسته به پروژه انتخاب میکنم چه چیزی رو رنت بکنم. یه هزینه 2-3 میلیون تومانی واسه اون لنز مثلا میدم و عوضش میدونم سودش بالاتره تا اینکه بیام مثلا 200 میلیون تومان ببرم پول لنز بدم. حتی خیلی‌ها دوربین رو هم رنت میکنن بسته به نیازشون توی اون پروژه. یعنی میخوام اینو عیب ندونید. حالا چرا پس من میخرمش؟ چرا میگم تارگت بعدی خرید 2470؟ توی این موضوع زیاد من جدی نگید. من خیلی آدم بخریم، خیلی دوست دارم که داشته باشم، اون احساس مالکیت رو دوست دارم و شاید واقعا 50% وسایلی که توی هوم استودیو الان دارم نگاه بکنید هیچ وقت مثلا به دردم نخورده یا به اون شدت کارآمد نبوده. مثلا کرینی که الان دارم شاید بگم در مجموع 7-8 بار استفاده کردمش تو بازه مثلا 1.5 سال گذشته، ولی چون علاقه داشتم که مال خودم باشه و بتونم توی خونه حتی اگر شده تمرین بکنم باهاش، بگیرم دستم و احساس قدرت مالکیت دیگه نمیدونم واضحه یا نه، به خاطر همین دوست دارم بخرمش و خرید تجهیزات چیزیه که به قول این روح منو ارضا میکنه و میگه بابا دمت گرم فلان چیزو خریدی. امیدوارم که شرایط جامعه استیبل بشه. دلار 100 تومانی چیزی نیستش که ما بریم خرید بکنیم. من خیلی واقعا میتونم بگم تحت فشار قرار گرفتم تا اینو تونستم به استودیو اضافه بکنم، ولی امیدوارم شرایط جوری استیبل بشه که هممون بتونیم به اون چیزایی که میخوایم برسیم، خیلی راحت خریداری بکنیم و دیگه عملاً تارگت های خیلی بالاتر بزنیم، بریم سراغ FX3 شاه فول فریم ها. البته در موردش زیاد بررسی نکردم، ممکنه اون موقع گزینه‌های بهتری بیاد جلوی چشم. دمتون گرم که تا این ویدیو من همراه بودید. اگر سوال چیزی داشتید در مورد دوربین بپرسید. من خب اطلاعات کامل در مورد آلفا 7C دارم، ولی میگم این ویدیو قرار نبود اینجوری بشه، چون شما بررسی بکنید خیلی از دوستان هستن که با فن بیان بهتر و تخصصی تر کارشون صرفا بررسی دوربین هاست، سنسورها رو کامل میشناسن و اومدن آلفا 7C رو بررسی کردن. اون ویدیو رو میتونید ببینید. دمشون هم گرم که محتوای با کیفیت درست میکنن. من خودم هم از اونها استفاده کردم و خیلی بهم کمک کرده. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید باشه و به دردتون بخوره. دمتون گرم. قرارمون دوشنبه ها و جمعه ها، اینو میگم ولی معمولا از این نظمه در اومدیم، ولی قرارمون دوشنبه ها و جمعه ها ساعت 8 شب ویدیو جدید از کانال یوتیوب. تا ویدیو بعدی پیس اوت.